زندگی فقط 3 روز هست: دیروز، امروز و فردا. دیروز گذشت، با تمام خوبی ها و بدی هایش گذشت و هرگز بر نمیگرده. مصیبت هایی که دیروز به تو رسید او هم گذشت. رسول ما صلی الله علیه و سلم می فرماید اگر به شما مصیبتی رسید نگویید که لو انی فعلت کذا لکان کذا، اگر من چنین میکردم چنان میشد. روز دیگه ای که در 3 روز وجود داره فردا هست. فردا هنوز نیامده و ما هم خبر نداریم که آیا فردا بالای زمین هستیم یا زیر زمین. الله متعال می فرماید و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ نفس خبر نداره که فردا چی کار را انجام میده. پس در میان این 3 روز ما فقط 1 روز را در اختیار داریم که امی لحظه و امی ساعت و امی امروز هست. امروز زحمت بکشیم، تلاش بکنیم، بخندیم، تبسم بکنیم، تعامل نیک با مردم داشته باشیم و خدا را از خود راضی بسازیم و طور زندگی بکنیم گویا آخرین روز زندگی ما باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.